چه کار شد خانم؟ گلاس چای بیار دیگه. سلام. مونده نباش. سلامت باشه. همین چای خوب و خونه هسته. حداقل همین یک پوری زیادتر بریز. میفهمی که ما چای تیره خوش دارم. من چیزا کم رنگی میاری به پیش من. همینه کم رنگه. یعنی اینا پر رنگه. همینه که بیترین چایه، فقط خون کفتر میمونه. شما که مدام میتونه به من چیزی بونه بگیرین، به دیگه بونه بگیرین، به چای بونه بگیرین. یک کمک از اون براق یاد گیرین. حالا ما با برار چی قرار؟ ما برای تو میگم یک پوری چای زیادتر بنده. حالا به می پوری چای که تو اگه زیادتر بنده از من نادار میشم. خب میگه زدن جمع شود تا عاقبت دریا شود. لوکی که برای آدم نمیاد دیگه که به جوان پولا بیارم. زن برای شما ببینی گپتی چند خرجنه. همه برای شما تا شو گردن خو از اینجا بسته میکنه، از هر جا چیزی بیاره ببره بخونه، نمیپرسه که را کجا بیودی از کجا نودی. گناه منه که روز اول خود شما به خوبی رفتار کردم، مال شما هوش کردم. حالا من کی از تو بد تعریف کردم؟ من میگم همین پوری چای زیادتر میندازی. از این بعد رفتی یک کیلو چای که بیاری. من جیره و جاداده. شاید گوشت میارم به تو میگم این کیلو بار کور بریم استفاده میکنی. من گوشت ما خوردن گوشت خونه میفهم. خوب. او خب پوره پیش به چاتو میذارم. دمی که گردن تو کاش پیش از که بدیم 4 قران. وقت چی؟ دمی که تو صدا میکنم با تو میگم بیا 2000 و 3000 کسی تو میکنم. این کجا شد؟ یک نمی بفهم من. کم میتونی که به پری بیاری به جاری و در کنم. حالا من نگفتم به رقمی خانم جان، به رقمی مصرف. به رقمی نه دیگه. من کی نارقمی خرج کردم؟ دشلمه میاری 4 تا به چیز فقط اگه مزمون بیا میگه اینو گدای. با میمون من به قندون پول دشلمه میکنم، اینو هم میکنم. گپ نزنه شما به قرآن تو از من به نلی خاک تو قبول نمیکنه. خب حالا من کی نلیدم از تو؟ من بد کردم که گفتم کمی چای زیادتر بنده. هم گپ میشه برار تو چه کاره که برار تو چه کاره. خب برار اختیار خودم. خب من میتونم این قندون لب آب نبات کنم. خب میچسبم دیگر حیفه، گناه داره، اسراف آدم نباید بکنه. به اندازه آب نبات میارو که خورده شه. خب حالا من میفهمم که تو زن به فکر من هستی، به فکر آینده من هستی. اون تو گاهی وقتا این ناز من قوار دارد دیگه. اگه میفهمیدی این گپ نمیزدی. من میتونم مثل دگرار درباد کنم. من میتونم ذره جمع کنم که بیترین زندگی به تو تیار کنم. من مثل لاناتو بالخلجی میکنم، مثل زن لاناتو 1 کیلو گوشت بیاد شو بار میکردم. مثلا از هر جا چیزی بیاو نمیپوشیدی از کجا بیودی از کجا نودی. سبا متکه میبده اثر برادیو. حالا من اشتباهی بکردم. زد گپ بیله میکنی؟ گپ زدن خب بفهم من. همین از اون قدیم میگن گپ زدن به چه زیدن سختره. کمک خدا نخواسته تو دو خونه دادم. دو بتا. یک نازی کردم و ساعت گفتم چای تیره تر بندم. چی فهمیدم که توی یک فلسفه بریم تیار میکنی؟ ناز کنی. همین گفتم گناه منه. اگه تو به پری میادی من به جاری بده همین کردم. آلی بیترین عزت احترام چشتم به بلنده بالا شیشته بدم. شما که میامیدی میگیدی خانم جان چه کار شده تو؟ بدی من جاری کنم، بدی من دیگه بار کنم، بدی من اختاب شروع. یا الله برای دختر سکو کینه در سرا بخیه دخترم تیر از مجل بکنی یا الله. باشه میرم. اوکشتنی خوبی جون شکر شما خوبین کاکا. واسی اصلا نادر چیزی نکرد. یا الله سلام علیکم. برار خوبه؟ سلامتیم جان شما جوره. خیلی خوش آمدید. خیال داره. شکر. سر چون خوبه؟ چون خوبم؟ فامیل خوبم. همین گلاس ماز همین که ما سمدام که شما هم برسیدین. بفرمایید بخورید. نه وای باشه بیرون چای میریزم برای نمیارم. خیر بینید. خوب است برار خوبه؟ بچه‌ها خوبن؟ شکر الحمدلله. چی عجب یادی ما کردیم. دیگه بیامدم از شما خبری بگیرم. میگم لولو یک چیزی مستم از شما بپرسم. بگو برادرم. خداوند به زندگی شما برکت بده. خداوند زندگی شما خوب و خوش داشته باشه. من نمیفهمم. خب فقط بیامدم همین رازی رو به من بگین که این چی رقمه شه و روز میده و بازم قرضدار و پریشونم. شما با همین معاش کم با همین پول کم هیچ زندگی خور به خوبی و خوشی میچرخونه. من همین ماستم از شما بپرسم. ببخشیم زن رو. خواهش میکنم زنده من به هر شرکتی که اضافه کاری میکنم شب و روز تلاش میکنم، اما
همین یک نون ما دو نون نمیشه. من نمیفهمم دلیل چیه. همیش رمز موفقیت شما زندگی به چیه که شما خوش میگذرونیم، همیشه هم بیترین غذا رو پیش خود بیاوردیم اما به اندازه که لازم بوده. برو جو، ما واقعیت به تو بگم، به خدا اگر به من سیل میکنیم من از تو بدتر بودم، ولی رمز موفقیت و خوشبختی به زندگیمه انیمی زن. ها برشو انیمی مردم کار میکنه اگه روز 1000 یا هفته 1000 به رقم خرج میکنه. سه کنی آب نبات از اون نمی خودی به شریعت میکنه که تو چرا اغزی آب نبات میری؟ خواهی آب نبات ها او میریزه میچسبه به هم دیگر چرا حیفه میپشه؟ زن برو هر چی میزنم بازم قرضدار و پریشونم. راست میگیه. من نمیفهمم که یک رای به من نشوندیم که من از این بدبختی نجات پیدا کنم. هر چی نکنی تو زن برار منی هم برار منه. من دیگه توان ندارم که به پیش مردم به قرض کرده برم. باور کنیم شب و روز من خیلی نمیباره قرضدارا به دم سر ایستاد. سه که برار همون قدیمی ها میگفت که مرد در مرد میکنه زن میکنه، مرد در نامرد میکنه زن. پشت سر هر انسانه بفهمیدیم، پشت سر هر انسان موفقی دست زن موفقی که این هم دست خانم منه. ما واقعیت به تو بگم برار خب اگر به من می بود من از تو بدتر بودم، ولی همه قدر میفهمم که همین 1 کیلو دشنور بیارم این زن رو به جایی که با 5 روز بشه این به 20 روز هم میکشم. همین کم کم حالا ما بفهمیدم همین چایی که این کمتر انداخته واسه زیادتر ننداخته که حداقل چند روز بره. یاره برار عجب گپ میزنم. راست بگیم همین چند وقت پیش میمونی داشتیم. میمونی داشتیم با من میتونستیم همین میمونه به یک رقم گوشتم مشکل رو حل کنیم میمونه دیگه. نه به خدا برو جلوی کلون تو میگیرم نم زن تو به تعزی قومی به دست کتگی و به بلخرجی بخی دیگه تو گفتیم به قدیمی ها دنگ دنگ میکنه. یاره راست میگیم به من گوشت مرغ بیاوردم، گوشت کوفته بیاوردم، گوشت گوسفند به سرم تیار کردم. فهمیدیم با چی میگه یک رقم دیگه من مایم همین شمی کباب تیار کنم. تو مگر این مدل گوشت رو بیاری. وقتی که میگم آخه ما همه زد عایدات نداریم، عرض میکنم زری میکنم. نه خوش باش نه باش. همین 24 ساعت خودم جنگ بجنجال بس. آره بفهمیدم که دست زن موفق با پشت سر مرد موفق تو بوده تو زندگی تو این رقم. میگه 3 ماه از به خدا از میمونی گفتی او هفته خانواده برار میبیام نه که تنها ما بگم بولا با خانواده خود عزت میکنه از ما هم نه. او برو کم گوشت مرغ بست، همه گوشت مرغ بستوندم به کنار سلات و ترکاری و سلیقه هم لازمه. راست زن که به خونه سلیقه نداشت انمی رقم به خدا همون یک سفره نکچین که همین تو خود به خوش مامون گاهی شبا میته ور میخزم نصف میشه به جا خود میشینم این دعا میکنم میگم خدا تعالی این همه چیزم برسی به گوش نمیشه راست که سفره به گوش پر کنی. بده که رقم دست خودم بگیره 100 رقم خورش تو میتونی به آشپزخانه تیر همه قوم خشا و هر جا چی میگه همه تعریف من میکنن زن فلانی ایتنه آخه میگم تعریف تو که میکنم تو مرد به در میگونی گوشت میگونی پلن میگونی به پیش نمیخذاری خب تو تعریف حالی از تو بپرسیدم هم کمی امکاناتی که میبری آماده میکنی از تو بپرسیده که پول را کجا کردی مرمون به دل ما بمون کم یک روز من بپرسه همین رو از کجا آوردی اینا قاچاق کردی اینا دوزی کردی آدم کشتی هم یک روز ارمون به دل ما موند از ما بپرسه که همین پول تو از کجا میاری نمیفهمه که از کجا میاری میگه کار ندارم از هر جا بیارم مقصد همون چیزی که ما خواستم تو برآورده نشون 1000 کار کنه از اون میپرسم که همین 1000 از کجا بودی خیر بینیم از اون میپرسم که اندازه همون 1000 بخرج کنم. خواهمو که میگه خرج آدم باید برو اندازه دخل آدم باشه. اگر قرار باشه که عاید مه 100 روپیه باشه خرج خونه به 500 روپیه خب پول بزرگی جوه معلوم دار قرضدار میشم. اگر عاید مه 100 روپیه باشه خرج خونه باشه 80 روپیه 20 روپیه پسون هم میشه. ولی همه قدر من میفهم برو که اگر خدی زن خود نشینی جور نیایی تا به زمانی که زنده ای همون مگر قرضدار بشی. همون گفته زن ما که تو به پرو بیاری و هم به جارو از خونه به در میکنه.